برنامه و بدین ترتیب توپ وارد دروازه شد با ضربه‌ای که برونو سزار زد. تکلی که سپاهانی‌ها در اواخر نیمه اول به ثمر رسوندند. مارک برشیانا را می‌بینید. اسمش آدمو یاد تیم برشیای ایتالیا روبرتو باجو با خیلی از خاطرات فوتبال از تیم معروف برشیای ایتالیا. البته الان دیگه تو سری آ نیست، ولی به هر حال اسمش آدم یادمون میندازه، وگرنه خودش استرالیاییه. کاپیتان تیم النصر امارات. همین بازیکن شماره 23 که میاد حرکت میکنه و پا توپ جلو میره. به نظر میسه توپ به دست بازیکن النصر هم برخورد کرد. به حال کار دنبال میشه و بازی با همون نتیجه 1-0 به نفع سپاهان. کلا در گروه های مختلف تیم هایی که قطعا حذف شدن، یکی نصف کارشی ازبکستانه که در گروه استقلال قرار داره، یکی تیم العربی قطره که اصلا تیم های ایرانی تو اون گروه نیستن. در شرق آسیا هم تیانجین حذف شده، ولی بقیه تیم ها همشون امید به صعود دارن. حتی همین النصر هم امید به صعود داره. یه لحظه فرصت به نظر میرسه که درگیری همونجا پیش آمده. البته تو دروازه رفت، گل مردوده، ولی درگیری بین بازیکن سپاهان و تیم النصر که ببینیم دلیلش اینجا رو این تصویر مشخص میشه. ببینید حرکت بازیکن سپاهان دنبال میکنه توپو، ولی داور چون از قبل انگار اعلام توقف بازی رو کرده بوده، بازیکن النصر به حرکت بازیکن آلبانیایی تیم سپاهان اعتراض میکنه. بازیکن شماره 14 این تیم یعنی خاویر سوکار. حالا واقعا هم میشه گفت مقصر نبود و اون تصورش این بود که بازی میتونه دنبال بشه، ولی بازیکن اماراتی بودن که اومدن و او رو با تنه تهدید کردن. کرانچار نمیخواد که بازیکنان درگیر بشن. کاملا مشخصه که اصلا قصد اینو نداره. ببینیم چیزی از تصمیم داور هنوز فعلا متوجه نشدیم. پنالتی اعلام شده، گل اعلام شده، هنوز فعلا خبری نیست. سپاهانی که توپو گرفتن و به نظر میاد که میخوان پنالتی رو بزنن. حالا النصری ها هم اعتراض میکنن و دروازه‌بانشون هم اخراج میشن. عبدالله هم باز همون پنالتی رو گرفته به خاطر اون حرکتی که روی سوکای انجام داد. پس گل اصلا مردود اعلام کرد، در حالی که خب میتونه آوانتاژ بده و گل ادامه پیدا بکنه و به ثمر برسه. بازیکن شماره 5 هم انگار اخراج میشه. یه ذره تصاویر هم همچین مشخص نیست، هی دائم استوموشن و دائم تصاویر اصلی، اما به هر حال خوشحالیم از اینکه سپاهان میتونه موقعیت بهتری هم برای پیروزی در این مسابقه داشته باشه. و حال دروازه‌بانشون اخراج شد و حالا ضربه پنالتی باید منتظر باشین تا دروازه‌بان ذخیره اونها به بازی بیاد و یه بازیکن از تیمشون بیرون بره به جاش. دروازه‌بان ذخیره اونها فکر می‌کنم یا شما چه عبدالله عبدالغفور باشه. یا شما 15 سپاهان ابراهیمی رو می‌بینیم. به نظر هم میرسه که پنالتی رو دیگه پنالتی زن تیم سپاهان نوید کیاست، ولی به نظر میرسه که پنالتی رو ابراهیمی میخواد بزنه. چند دقیقه‌ای هست، شاید حدود 3 دقیقه است که بازی متوقفه و هنوز چیزی مشخص نیست. بله دروازه‌بان به بازی میاد. متوجه نشدیم کیو از بازی بیرون کشید مربی این تیم. لنگا با کرانچار هم کمی درگیر شدن، به یاد درگیری دیشب فرگوسن و مانچینی. البته خیلی آرومتر و خیلی کم سر و صداتر بود این درگیری. دروازه‌بان جوانی هم هست، عبدالله عبدالغفور، که به بازی میره تا جانشین دروازه‌بان اخراجی تیمش بشه. اگه ممکنه اون تصویر رو یه بار دیگه ببینیم مشخص میشه که چه اتفاقی افتاد تا هنگامی که پنالتی زده بشه. خب حالا پنالتی رو ببینیم تا بعد اگر امکانش بود اون صحنه رو خواهیم دید که چه اتفاقی افتاد که اصلا بازی به نظر متوقف می‌آمد. اینجا هم
این آقا داره توضیح میده به لوکاتونی که چه اتفاقی افتاده. ابراهیمی پنالتی رو خواهد زد. داور تصمیمش رو گرفته. کرانچار روی نیمکت روی صندلی خودش می نشینه. مربی آرامی است. او رو زیاد در حاشیه و جنجال و سر و صدا ندیدیم. حالا تعویض انجام میشه. برای تیم فوتبال النصر امارات یار شماره 8 انگار از بازی بیرون میره، حمید عباس. وقتی که بازیکن اخراج میشه اگر دروازه‌بان باشه معمولا مربی‌ها این کارو میکنن که دروازه‌بان ذخیره‌شون رو به بازی میارن و خب یه بازیکن از تیم رو بیرون میکشن. و حالا اینجا این کارو والتر زنگا با حمید عباس میکنه که در نیمه اول بعدم بازی نکرد. امیدوار هستیم که این توپ به گل تبدیل بشه و سپاهان با قاطعیت 2-0 جلو بیفته و با خیال راحت‌تری بازی دنبال بکنه. آفرین ابراهیمی، آفرین ابراهیمی، چه کار قشنگی میکنه امید ابراهیمی که من فکر میکنم واقعا از نیمکتم بهش رسید. این کار یه کار کاملا جوانمردانه از امید ابراهیمی. درس اخلاق رو دادن به بازیکنان کشورهای عربی فوتبالیستای ما. به زبان ساده خودم بگم دمشون گرم بچهای سپاهان که خیلی خوب این کارو کردن. نگاه کنید کم پیش میاد تو فوتبال این اتفاقات که حالا بچهای سپاهان این کارو پیش میبرن. آفرین به اونها.